در مورد ویتامین K2 چیزی میدونید؟ همراهان عزیز مزرعه آروشا، حال دلتون چطوره؟ امیدوارم هر جای دنیا هستید خوب و خوش و خرم باشید. میخوام در مورد ویتامین K2 صحبت کنم. بچه ویتامین K2 ویتامینیه که خیلی مهمه اما خیلی اونو نمیشناسن. اول در مورد ویتامین D بگم. ویتامین D این ویتامین معروف در بدن کارش چیه؟ کارش اینه کلسیومیو که ما همراه با غذاها میخوریم از روده ما میکشه بیرون و به اصطلاحاً اونو وارد خون میکنه. یعنی ویتامین دی کلسیوم از غذا میکشه بیرون از روده ما وارد خون میکنه. اینجا شروع میشه قصه. کلسیوم اگه زیاد توی خون بمونه بچه ها، هر رگی که آسیب ببینه، هر کدوم از شریان ها که آسیب ببینه، این کلسیوم میره میچسبه روش. مثلا ببینید قند باعث میشه یکی از رگ‌های ما زخمی بشه، پاره بشه، آسیب ببینه. کلسترول میخواد بره روی اون به عنوان پانسمان بچسبه و اینجا کلسیوم هم میره میچسبه روی اون. کلسیوم مازادی که توی خون بمونه باعث سکته میشه. حالا خدا برای جلوگیری از این اتفاق که کلسیوم توی خون نمونه چیکار کرده؟ ویتامین K2 رو آفریده. ویتامین K2 میره این کلسیومای موجود توی خون رو از خون میگیره میبره توی استخون ما. پس ویتامین K2 چی کار میکنه؟ 2 تا کار انجام میده. یک، از سکته ها جلوگیری کرده و 2 اینکه استخون شما رو قوی میکنه. ویتامین K2 اون کلسیوم رو برده توی استخون ما. استخون ما قوی میشه چون که اون کلسیوم رفته توی استخون ما به جای اینکه توی خون ما ول بگرده. حالا ویتامین K2 تو چه چیزایی هست؟ توی تخم مرغ، توی شیرهای پرچرب، توی گوشت مرغ، توی روغنهای حیوانی، کره های حیوانی، چیزایی که از قدیم اجداد ما مصرف میکردن و سالم بودن. الان با وجود مصرف نکردن روغنهای حیوانی چرا انقدر سکته زیاد شده؟ مگه نمیگن یه مدت نگفتن مصرف نکنید، سکته نکنید؟ الان که مصرف نمی‌کردن چرا انقدر سکته زیاده؟ اشتباه بزرگ این بوده که منابع ویتامین K2 رو از بدنمون گرفتیم. یکی از منابع ویتامین K2 روغن حیوانی و کره حیوانیه، سرشار از ویتامین K2. بیاین مثل اجدادمون برگردیم به قدیم و از این روغن‌های سالم استفاده کنید. سالم بمان چون تو با ارزشی.